سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که با یه آموزش دیگه در خدمتتونم و خیلی خوش اومدید به کانال کامنز. توی این ویدیو قراری که بریم محیط برنامه نویسیمون رو آماده بکنیم که برای این کار ما نیاز داریم که پایتون رو نصب بکنیم. اصطلاحاً اون نرم افزار یا IDE که واسه کد نویسی توی زبون برنامه‌نویسی پایتون نیاز داریم و راه اندازیش بکنیم و اولین برنامه به زبون پایتون رو انشاءالله با هم بنویسیم و اجراش بکنیم. خب اولین گام توی فراهم کردن محیط برنامه نویسیمون اینه که ما بیایم پایتون رو نصبش بکنیم روی سیستم عاملمون. به همین خاطر وارد سایت python.org میشیم و آخرین نسخه پایتون که نسخه 3.13.4 هست رو دانلودش میکنیم. این نکته هم خدمتتون بگم که پایتون میتونه روی سیستم عامل‌های مختلفی از جمله مک، لینوکس و ویندوز نصب بشه که حالا ما برنامه‌نویسیمون رو توی سیستم عامل ویندوز با هم پیش میبریم. به قسمت دانلود و بخش ویندوز میریم. بعد اینجا اینستالر پایتون رو واسه ویندوز 64 بیت حالا یا 32 بیت متناسب با سیستم عاملتون انتخاب میکنید و بعد از اینی که و منتظر میمونیم که دانلود بشه و در ادامه بعد از دانلود میریم اجراش میکنیم. خب این قسمت من میبینم که فایل پایتونم نصب پایتونم برام دانلود شده. خب اجراش میکنم. بعد از اینی که اجراش کردم یه صفحه برام باز میشه. من اینا رو ببندم که بتونیم با هم راحت‌تر ببینیم. قسمت پایتون به صورت دیفالت توی مسیر پیش‌فرضی توی درایو C داره و همونجا نصب میشه. حالا خواستید میتونید مسیرش هم تغییر بدید که معمولا این کار رو نمی کنیم. دو تا گزینه اینجا هستش که یکی این که میگه برای اینکه بخوام پایتون رو نصب بکنم دسترسی ادمین میخوام، با دسترسی ادمین این کار رو انجام بدم و یک گزینه دیگه که خیلی مهم هست این add.python.exe یا exit تو پس. این گزینه رو حتما باید بزنید. چرا؟ ما وقتی که نرم افزار نصب میکنیم یه قسمتی هستش توی سیستم عامل ها به اسم پث که توی این در واقع اون مسیرهای شناخته شده، یعنی در واقع یه جایی هست یا آدرسی هست که در واقع آدرس بقیه نرم افزارها برای اینکه از جاهای مختلف سیستم عامل در دسترس باشن شما لزوما نخواهید برید توی اون مسیر مربوط به نرم افزار و بخواید اجراش بکنید و از هر جایی بتونید بهشون دسترسی داشته باشید. آدرس توی این در واقع پث قرار میگیره. بنابراین برای پایتون هم چون ما مثلا جاهای مختلفی ممکنه بخوایم ترمینال باز بکنیم و یا مثلا بخوایم CMD ویندوز رو باز بکنیم و شروع کنیم در واقع یک کدی رو اجرا کردن و یک دستور پایتونی رو اجرا کردن، به همین خاطر میخوایم شناخته شده باشه و این گزینه رو براش فعال میکنیم. در ادامه گزینه نصب رو میزنیم و ازمون مجوز نصب رو میپرسه و یس رو میزنیم و منتظر میشیم که آخرین نسخه پایتون برامون نصب بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید با موفقیت پایتون روی سیستممون نصب شد و میتونیم این پنجره رو ببندیم. بعد از اینکه پایتون رو نصب کردیم خب ما میتونیم بریم چک کنیم ببینیم که پایتون روی سیستممون به درستی نصب شده یا نه. به همین خاطر شما میتونید پاورشل رو از اینجا سرچ کنید که در واقع شلی هستش که همون حکم CMD ترمینال یا پاورشل. شما توی این بخش میتونید دستورات سطح ادمینستریشنی یا دستورات مدیریتی و خیلی دسترسیش بازتر از در واقع محیط GUI ویندوز هستش. اینجا اجرا بکنید و معمولا تو فضای برنامه‌نویسی و کلا حوزه نرم افزار با این جور فضای ترمینال یا همون پاورشل یا CMD
خیلی شما سر و کار دارید. حالا اینه که من از کلمات مختلفی استفاده کردم. حالا درسته که توی فضای ویندوز ما داریم کار میکنیم، بیشتر با پاورشل و CMD ویندوز در ارتباط هستیم، و وقتی که شما توی فضای سیستم عامل‌های مک یا لینوکس کار میکنید اصطلاحاً به این محیط بهش میگن ترمینال. پس ما توی پاورشلمون در واقع پایتون رو سرچ میکنیم و بعد از اون دش ورژن رو که بزنیم به همون نشون میده که پایتون 3.13.4 نصب شده. حالا ما گام اول که نصب پایتون بود رو با هم رفتیم جلو. حالا مرحله بعدیمون اینه که ما بریم اون محیطی که حالا اون نرم افزاری که توش بتونیم راحت برنامه‌نویسی رو انجام بدیم رو با هم نصب کنیم که اصطلاحاً بهش میگیم IDE. برای این منظور یا IDE خیلی در واقع ساده و خیلی پرکاربرد ویژوال استودیو کد هستش که میریم واسه ویندوز دانلودش کنیم. خب اینجا میبینیم که در واقع سایت ویژوال استودیو کد واسه دانلود واسه سیستم عامل‌های مختلف که حالا ویندوز، لینوکس و مک هست نشون داده میشه و ما اینجا روی نسخه ویندوزش کلیک میکنیم و بعد از اون وارد فاز دانلود میشه و منتظر میمونیم تا دانلود واسمون انجام بشه. دانلود اصطلاحاً VS Code به جای مخفف ویژوال استودیو کد و معمولاً بهش میگن VS Code دانلودش انجام شد. حالا ما تو مرحله بعد باید بریم وارد فاز نصبش بشیم که خب میبینیم اینجا ازمون میپرسه که با شرایط موافق هستی یا نه و ما گزینه اکسپت رو میزنیم، نکست رو میزنیم، میگیم روی دسکتاپ برامون آیکونش رو ایجاد کن و همونطور که توی پایتون دیدیم اینجا هم گزینه اد تو پس وجود داره. اینجا هم یه سری گزینه‌های پیش‌فرضی واسه VS Code وجود داره که میتونیم فایل‌های مختلفی رو با این ادیتور بازش بکنیم. گزینه نکست رو میزنیم و اینستال رو میزنیم و منتظر میمونیم تا VS Code هم روی سیستممون نصب بشه. خیلی هم عالی رفقا، میبینیم که VS Code روی سیستممون نصب شد و بعد از این چون که این تیک لانچش فعال هست ما فینیش رو بزنیم VS Code برامون اجرا میشه و میتونیم وارد فضای IDE که واسه برنامه‌نویسی پایتون هست بشیم و اولین برنامه‌مون رو بزنیم، اولین برنامه‌مون رو توش بنویسیم. خیلی دمتون گرم که تا اینجا پیش اومدید، خیلی دمتون گرم که 2 مرحله رو با هم رفتیم جلو. خب بریم مرحله آخر که با هم اولین کد به زبون برنامه‌نویسی پایتون رو با هم بنویسیم و اجراش کنیم. من پنجره اضافی رو ببندم و وارد فضای VS Code میشیم. خب اینجا حالا یه سری 2 تا تب دیفالت معمولا وقتی این نرم افزار رو نصب میکنید باز میشه واسهتون. یه ولکام هست و یه سری در واقع ریلیز نوت هایی که توی آپدیت های مختلفش در واقع چه اتفاقاتی افتاده و اینها رو بهتون توضیح میده. حالا اینا مهم نیست، اینا رو میتونیم ببندیم. وارد قسمت فایل میشیم و یه دونه نیو تکست فایل ایجاد میکنیم. خب اینجا که وارد شدیم، خب ما میخوایم اولین برنامه پایتونمون که معمولاً توی آموزش زبان برنامه‌نویسی هر زبونی بخواد باشه، اولین برنامه‌ای که می‌نویسن اینه که ما یک هلو ورلد رو توی خروجی چاپ بکنیم. برای این منظور ما میایم چیکار میکنیم؟ یه دستوری داره پایتون به اسم print که توی این دستور میای شما میگی که
هر چی رو که بخوای چاپ بشه بعد از اجرای کدتون توی این پرینت می نویسید. الان ما میخوایم چیزی که چاپ بشه بگیم hello world، سلامی بکنیم به جهان و این بشه اولین برنامه به زبون پایتونه. خب بعد از اینکه نوشتیم این برنامه رو سیو میکنیم. من میام تو همین دسکتاپم یه فایل ایجاد میکنم به اسم helloworld.py. فایل های در واقع میشه کدایی که ما به زبون برنامه‌نویسی پایتون می نویسیم در واقع وقتی ذخیره‌شون میکنیم فایل ها باید پسوند .py داشته باشن. خب اینجا ما فایل رو ذخیره کردیم و میبینیم که فایلمون اینجا ایجاد شده، تو مسیر دسکتاپ هست. حالا میخوایم اینو اجراش بکنیم. برای این منظور قسمت ترمینال میریم، یه نیو ترمینال ایجاد میکنیم و میبینیم که در واقع یه فضایی شبیه همون پاورشلی که قبل‌تر دیدیم به همون میده. خب حالا من میخوام این برنامه رو اجراش بکنم. چیکار میکنم؟ می‌نویسم پایتون. خب اسم فایلم چی هست؟ البته قبلش باید برم توی دسکتاپ، چون که توی دسکتاپم هست. تو مسیری که پایتون هست فایل در واقع برنامه‌مون هست که همون hello world هست. می‌نویسم پایتون، یعنی در واقع انجین پایتون قرار این برنامه رو اجرا بکنه و بعدش هم اسم فایل. خب اینو که من اجرا بکنم میبینید که بعد از اجرا hello world توی خروجی من چاپ شد. خب این هم از اولین برنامه‌ای که ما زدیم. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم انشالله توی ویدیوهای بعد هم همراه هم باشید و کلی آموزش خیلی خوب و خفن با هم ببینیم و کلی با هم چیز یاد بگیریم. دمتونم گرم. مرسی بچه‌ها.